قانون 2 دقیقه‌ای تنبلی منو نابود کرد، ولی همه اشتباه انجامش میدی. چون یا قانون 2 دقیقه‌ای رو بلد نیستی یا داری اشتباه انجامش میدی، چون منم اشتباه انجامش میدادم. خب حالا میرسیم به اشتباه رایج توی قانون 2 دقیقه‌ای. اکثر آدما فکر میکنن قانون 2 دقیقه یعنی اینکه یه کار رو سریع تو 2 دقیقه تمومش کن، در صورتی که اصل ماجرا این نیست. یعنی تو اون کار رو فقط برای 2 دقیقه شروعش کن، نه اینکه تمومش کنی. خود من همش فکر میکردم مشکل از تنبلی و ارادمه. موقعی که بعد فقط میرفتم لپتاپم باز میکردم یه دونه ادیت ساده انجام بدم، موقعی که مثلا باید یه دونه پیام کاری جواب میدادم، موقعی که باید ورزش رو شروع میکردم، موقعی که فقط یه تصمیم کوچیک ساده میگرفتم، همه رو به فردا مینداختم، فردام احساس گناه هم فقط بیشتر میشه. قانون 2 دقیقه‌ای خیلی ساده است. میگه هر کاری رو که کمتر از 2 دقیقه زمان میبره همون موقع انجامش بده. یا یه نسخه دیگهش اینه که هر کاری رو فقط برای 2 دقیقه شروع کن. ولی بیشتر ما اینو خیلی سطحی متوجه میشیم. من از یه جایی به بعد به خودم گفتم خب برای 2 دقیقه انجامش بده، فوقش خوشت نمیاد ولش میکنی دیگه. فکر میکنی چی شد؟ تو 90% مواقع ادامهش دادم، چون سخت‌ترین قسمت هر کاری شروعشه. پس شروع کنیم. بچه میدونم ما هممون داریم توی ایران زندگی میکنیم، فشار مالی زیاده، خستگی زیاده، یعنی استرس زیاده، خودمون میدونیم دیگه، یعنی آلودگی، بیابی، ترس از آینده. ولی واقعیت اینه که بیاین شروع کنیم. خیلی هم هستن که خودمون و اطرافمون دیدیم که توی همین اوضاع دارن خوب شروع میکنن، خوب زندگی میکنن. چاره ای نداریم جز شروع کردن، جز ادامه دادن. پس بیاین به هم قول بدیم که برای 2 دقیقه شروع کنیم. حالا میخوام 3 نکته بهت بگم که خیلی بهت کمک میکنه توی قانون 2 دقیقه‌ای. 1. کمالگرایی بذار کنار، کارا رو از اونی که هست خیلی کوچیک‌تر شروع کن. 2. به خودت تعهد بده اون کار رو فقط برای 2 دقیقه انجام بدی. و 3. اجازه بده مغزت بعدش برات تصمیم بگیره. اگه از این ویدیو خوشت اومد، فکر میکنی بهت کمک کرد، ممنون میشم لایک کنی و اگه سابسکرایب کنی من بازم برات از این ویدیوها میسازم. دوستتون دارم.